چیز فرق شعر حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی و عراقی و خراسانی یک است. مکتب هندی و خراسانی یک است. فرق شعر بیدل و اقبال غالب در کجاست؟ فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست. مرزها دیگر اساسی دوری ما نیست. مرزها دیگر اساسی دوری ما نیست. ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست. حضار گرامی و سامعین کرام، روزی انٹرنیشنل مادر لینگویج ڈے را برای تمام تاجک‌های روی زمین که در هر ملک و در هر کشوری است، از ته دل و از اعماق قلب برایشان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم و این پروگرام را که جور کرده و سرپرستی در تحت سرپرستی چیف آف تاجک پاکستان سردار محمد افضل صاحب می باشد. حضار گرامی، زبان فارسی یک زبانی جامع و یک زبانی عالمگیر می باشد. اگر ما تاریخ را نظر بکنیم و در تاریخ اگر ما کس مطالعه بکنیم، تاریخی بسیار دور و دراز است و بسیار شبهای شب ماها را کس اگر ما مطالعه بکنیم از تاریخ فارسی ما نمیتونیم که این را کس به سر برسانیم. حضار گرامی، حضرت سلمان فارسی ای جمله فارس بود که بسیار راهها را طی کرده پیش رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم آمد و برای نبی علیه السلام ایمان آورد. سلمان فارسی یکی از جمله اصحاب جلیل القدر و یکی از جمله یارای نزدیک رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم بود و همچنین هر مشوری که درباره غزوات میشد از حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه میگرفت رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم و اولین کسی بود که سوره فاتحه را به زبان فارسی ترجمه کرد و به اجازه